ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 40. این بود که ایرانیان مدتی را که میان سلطنت اسکندر و اردشیر است و رومیان در آن وقت آنها را اداره می کردند ذکر ننمودند و پس از آن که از شر اسکندر و اشکانیان فارغ بال و آسوده خاطر شدند به تاریخ نویسی مشغول گشتند. ولی صرف نظر از همه این، نام سلاله اشکانیان و دولت مقتدری پارت از صحیفه های تاریخ ناپدید نگشت. آثار خطی، میراث فرهنگی و یادگاری های تاریخی این دوره در شکل پراکنده هم باشد تا زمان ما آمده رسیده است. به قول اکادمیک بابا جان غفوروف، سالنامه نویسان عصر میانگی ایران تمام دوره بسیار عصری دولت پارت را از اعتبار ساقط ساخته، آن را ناحق چون دوره حاکمیت مستبیده پرجهالت به قلم دادند. ولی یاد این دوره در خاطر خلق به شکل عجیب محفوظ مانده است. کریمه پهلوان اسم عام شده، عباره روایت پهلوی، سرود زمان پهلوی معنای داستان و روایت قدیمه را گرفته است. نام ادبیات فارسی زبانی عصرهای 3-7 هم ادبیات پهلوی شده است. دولت نوتأسیس پارت در ابتدای موجودیت خیش اساساً برای نگاه داشتن استقلالیت تلاش ورزیده، برای حفظ مرزهای خود و پشتیبانی حاکمیت محلی کوشش‌ها به خرج می‌داد. رسیدن به استقلالیت و رها یافتن از وصایت دولت توانای سلجوکیان که با وجود ضدیت‌های داخلی صاحب ارمیه مقتدر، لشکری جنگ آزموده و سرزمینی پهناور بود، با آسانی میسر نگردید و از دنبالش مبارزه های شدید و تلاش های خونین را به بار آورد. موافق اخبار یوستین، ارشک آگاه شد که سلیوک از جانب گلها در آسیا شکست خورده است، به پرفیگی ها هجوم کرده از فرصت مناسب ضدیت و تلاش های حاکمیت خواهی برادران سلیوک دو و انتیاخ گریناکس استفاده کرد. به همین طریق او با مدد اشرافان محلی و دستگیری قبیله های کوچمنچی پرنها حاکمیت والی سابق اندرگار را سرنگون ساخته به دولت مستقلی پارت بنیاد گذاشت. یعنی در تشکل دولت صاحب استقلال پارت دو عامل اساسی: اولا کوشش های مرکز گریزی و جدای خواهی دست نشان سلیوکیان اندرگار باعث شده باشد، ثانیاً قوت گرفتن استقلال خواهی سروران قبیله های محلی و تکیه کردن آنها به دستگیری قبیله پرنها سبب گردید. موافق معلومات اریان، در آشوب استقلال خواهی ارشک و برادرش تریدات، آنها را باز 5 نماینده خاندان با نفوذ پرفیگی ها دستگیری نموده ارشک را پادشاه انتخاب نمودند. پوشیده نیست که استقلالیت در یگان دور زمان به آسانی میسر نمی گردد و از این رو ارشکیک برای پشتیبانی مرزهای دولت نوتأسیس تلاش ورزیده
در سالهای اولی دولتداری خیش قسمی گیرکنی را به هیئت پارت متحد نمود. درباره دوره پادشاهی اساسگذاری سلاله اشکانیان ارشک معلومات‌های تاریخی بسا کم و چنان که در بالا دیدیم خیلی مختلفند. ولی گمان یقین آن است که ارشک بعدی به سر قدرت آمدن برای پایداری دولت صاحب استقلال پارت سعی و کوشش نموده، لشکر را به نظام می درآورد، مرزهای سرحدی را استوار نگاه داشته، قلعه های مرزبانی بنیاد می کند و گذشته از این در فراز اپارتان با نام در شهری می سازد که بعضی محققان آن را باشیشگاه یا خود پایتختی نخستین سلاله ارشکیان اشکانیان می شمارند و مصان آن را به خرابه های شهرستانی ابیورد نسبت می دهد. از بس که ارشک بنیادگذاری سلاله اشکانیان بود، پادشاهان من بعده پارت برای پاس داشتن خاطره او بر اسم خود نام ارشک را می افزودند. از همین جاست که بعضی مورخان برادر او تیریدات را با ارشک یک شخص شمردند. در دوره پادشاهی تیریدات یک 247-211 برادری ارشک یک نفوذ دولت پارت افزوده، نظام دولتداری مردمی محلی قوت می گیرد و حکمرانی سلجوکیان در آسیای میانه رو به زوال می آرد. پادشاهان پارت در آغاز فعالیت خیش در کارگزاری دولتی و اداره کنی مملکت به زبان یونانی تکیه نمایند هم دیرتر در اساس الفبای آرامی رسم الخط پارتی را جاری می نمایند. تمدن ایلینی که در عهد سلجوکیان از کنارهای فرات و دجله تا رود گنگ و پهناهای آموی و سیر نفوذ یافته بود، با پدید آمدن دولت صاحب استقلال پارت و دولت یونانی اساسی باختر رو به کاهش آورده، تمدن آریایی در طول 10 سالهای من بعد تدریجاً احیا می گردد. تیریدات یک سیاست پایدار نمودن استقلالیت را وسعت داده، حدودهای باقی مانده گیرکانیا را به دولت پارت همراه می نماید. محض در دور تیریدات یک تأسیس دولت ملی پارت ها آغاز یافته، در اداره کنی امور دولتداری مجلسی مشورتی بنیاد یافت که شاهزادگان و سروران 7 خاندان به آن منصوب بوده در انتخاب پادشاه و حل مسئله های مهمترین مملکت مشورت می آراستند. در عین حال روحانیان درجه اول و دانشمندان نیز جلسه می آراستند که با نام مغیستان مشهور بوده، صلاحیت نظامی موجوده و درستی راه و رویشی پیش گرفته را فتوا می دادند. دولت پارت از حیث تشکیلات سیاسی نمونه صحیح تشکیلات آریانی بوده، اسارت سکایی در پارتی ها به هیچ وجه آنها را از ترتیبات آریایی منحرف نکرده بود، زیرا خود سکایی ها هم آریانی بودند. ناگفته نماند که پادشاهان امپریای مقتدر سلجوکیان از پدید آمدن دولت صاحب استقلال پارت و دولت یونانی اساسی باختر و تشویش افتاده، خطر مستقلیت آنها را به خوبی احساس می کردند و در لحظه های مناسب می کوشیدند که حدودهای شرقی از دست رفته را دوباره مطیع نمایند. سلجوک دو بعد جنگ و جدال ها موقعش را در حدودهای غربی امپریا استوار نموده، برای شکست دادن دولت پارت و برگردانیدن ولایت‌های شرقی آن لشکر می‌کشد.
در آغاز لشکرکشی سلیوکیان بعضی ناحیه ها را ضبط نموده باشند هم دیرتر قبیله های کوچمنچی سکایی های اپسیک به کمک پارت ها رسیده دشمن را شکست می دهند. ولی مبارزه سلیوکیان برای استوار نمودن موقع خود و بازگردانیدن ملک های از دست رفته در دوره پادشاهی انتیاخی سی 223 187 از نو اوج می گیرد. از روی روایت یوستین انتیاخی دو سال 209 پیش از میلاد در دوره حکمرانی شاه پارت ارتبان 1 211 191 با 100,000 جنگاوری پیاده‌گرد و 20,000 سربازی سواره به مرزهای سرزمین پارت حمله می آورد. لشکری پارت از حمله شدید دشمن عقب نشینی نموده در سری راه چاه‌ها را ویران می کنند، منبع‌های آب نوشاکی را می خشکانند. انتیاخی سی با وجود تلفات گران پایتخت پارت گیکتام پیل را ضبط می نماید و سوی گیرکانیا لشکر می کشد. در نتیجه معاهده صلحی که میان انتیاخی سی و ارتبان یک بسته می شود، پادشاهان پارت به سلیوکیان سری اطاعت فرود آورده وصایت آنها را اعتراف می نمایند. در دوره پادشاهی ارتبان یک و وارثان او استقلالیت دولت پارت رو به کاهش آورده با نام پادشاهان اشکانی سکه زدن پول قریب صورت نمی گرفت. دوره پادشاهی میتریدات 1 170 138 137 یکی از درخشان ترین زمانی دولتداری اشکانیان به شمار می رود. در حجتهای بابوری عهد قدیم میتریدات با عنوان شاهنشاه ذکر شده است که عادتاً این عنوان را نسبت وارثان سلاله هخامنشی به کار می بردند. همچنین سالنامه نویسان باستان خدمت‌های بی‌نظیر میتریدات را در افزودن اقتدار دولت پارت به اینابت گرفته مقام و مرتبه او را به مقام و مرتبه دارای یک برابر کرده او را داریاووشی سلاله اشکانیان می دانند. واقعاً در عهد دولتداری میتریدات 1 شهرت جهانی امپریای پارت افزوده اقتدار دولت سلیوکیان می کاهد. محض میتریدات 1 که ابیره تیریدات 1 و نبیره ارتبان 1 و اقربای ارشک بود به دولت پارت اترپاتین آذربایجان، گدرازیا، مرو، درنگیان سیستان و آریا ولایت های هرات را همراه می نماید. میتریدات 1 همچنین حدودهای ایران غربی، ماد، فارس و بین النهرین را زیر تصرف خود درآورده سال 142 تا میلاد بابوریستان و کنارهای دجله را ضبط نمود. در نتیجه دولت بزرگی پارت پدید آمده پایتخت نوی آن به ктیسیفان تیسفون کوچانیده شد. ктیسیفان در ساحل دریای دجله واقع بوده به یکی از زیباترین شهرهای شرق نزدیک و قرارگاه پادشاهان پارت تبدیل یافت. حدودهای دولت پارت در طول زیاده از 5 عصر موجودیتش گاه وسعت یافته و گاه محدود شده، چون دولتی توانای آریایی تباران در مقاومت دولت سلیوکیان عرض هستی می کرد و در طول این 5 عصر به هیئت آن قسمت شمالی ماوراء النهر، قسمی حدودهای خراسان، ایران غربی، آذربایجان و بین النهرین متحد گردیده
پایتخت آن بارها از یک شهر به شهری دیگر کوچانیده می شد. نخستین پایتخت پارتها که در آن نیروهای آزادیخواه و استقلال پرست گرد آمده ارشک را سروری خیش انتخاب نمودند، شهرک در موضع کوهی اپارتن بود. این قرارگاه نخستین استقلال پرستان بعد شکست خوردن سلجوقیان و سرکوب نمودن دستنشینان آنها مقام استراتژی و رسالتی سرجم آوردن وطن پرستان را ادا کرده ضرورتی به شهر نوسی کوچاندن پایتخت دولت پارت پیش آمد. پایتخت نو که با نام نیسا یا خود مهرداد کرد شهرت داشت، در بالا ذکر خرابه های نیسای کهن و نیسای نو رفت. یکی از شهرهای آوازدار و آبادی عهد دولتداری پارتها به شمار می رفت که الحال خرابه های آن دورتر از اشقاباد امروزه واقع است و شاید اشتباهی نرود اگر گوییم که نام شهری کنونی اشقاباد از نام سلاله اشکانیان بیرون آمده است. دیرتر بعد پرقوت شدن و وسعت یافتن حدودهای دولتی پارت، следующей столицей парфян был легендарный Гекатампил, лежавший, вероятно, между современным Дагманом и Шахрудом. Соответствующее ему городище еще не найдено. Гекатампил упоминается как царский город у Страбона, Плиния, Птоломея и других античных авторов, но остается неизвестным, когда именно он стал столицей. Исидор Харакский не упоминает этот город, но сообщает, что в городе Асак был впервые провозглашен царем Арсак, и в честь этого события там поддерживался вечный огонь. Таким образом, на территории современного Хорасана существовал целый ряд городов, сыгравших важную роль в ранней истории аршакидов. هنگامی به سرحدهای غربی دولت سلجوقیان رو آوردن، شهری اکباتان همدان نیز مدتی چون باششگاهی شاهانی پارت خدمت کرده است. پایتخت آخرین دولتی پارت، شهری کتیسیفان از قسمت شرقی مملکت در فاصله بسا دور در ساحل دریای دجله واقع بوده، در روبروی مرزهای دولتی سلجوقیان دامن افراخته به چشم دشمنان چون خار میخلید. افزودن نفوذ دولتی پارت در زمان پادشاهی میتریدات 170 138 137 و میتریدات 2 123 88 87 رقیبان اساسی آن سلجوقیان و امپریای ریم را سخت به تشویش آورده بود. دولت پارت در این دوره به امپریای جهانی تبدیل یافته، از کوههای هندوکوش تا فرات و دجله، از کنارهای خزر تا پهناهای بین النهرین و ایران غربی را فرا می گرفت. حتی قسم قلمروی تورانیان کوچمنچی که پیوسته به مرزهای شرقی سرزمین اشکانیان هجومهای غارتگرانه می کردند به دولت پارت همراه کرده شد. در مبارزه های شدید ضد کوچمنچیان سکایی دو پادشاه سلاله اشکانیان فرعت 2 138 137 128 و ارتبان 2 128 124 123 قربان شدند و محض در دوره پادشاهی میتریداتی 2 کوچمنچیان سکایی شکستی سخت خورده، قبیله های مسگیت های سرکش و پرخاشجوی مطیع می گردند و حدودهای دولتی پارت تا دریای اقصا سیر دامن می افرازد. استوار شدن موقع دولتی پارت در مرزهای شرقی و غربی آسیای میانه
و شرق نزدیک، همچنین تحت وصایت اشکانیان قرار یافتن قسمی اساسی راه‌های تجارتی کاروانگرد باعث رقابتی شدید و نزاع‌های پی در پی بین اشکانیان و سلجوکیان می گردید. بعد سست شدن اقتدار سلجوکیان بر عرصه تاریخ امپریای توانای ریم آمد که در طول قریب 3 عصر دشمنی اساسی و حریف دائمی دولت پارت به شمار می رفت. در دوره پادشاهی میتریدات دو 123 88 87 پیش از میلاد، دولت پارت بر ضد امپریای ریم مبارزه های شدید برده در چندین نبردها دست بالا می گردد. میتریدات دو در عین حال سیاست دیپلماتی را پیش گرفته به نزد امپراتور ریم اهل سفارت پارت ها را می فرستد و برای رواج و رونق دادن روابط تجارتی و گسترش شاهراه ابریشم کوشش های زیاده به خرج می دهد. ولی سرلشکران ریمی علل خصوص پمپی خط سرحد را خودسرانه ویران نموده بارها به سوی سوریه و ماورای قفقاز یورش های بابرار می نمایند. امپراتوران و قیصران ریم در معاملات شاهراه بزرگ ابریشم که میان چین و کشورهای ساحلی بحر میان زمین صورت می گرفت مقام اساسی داشتن دولت پارت را بخشیده نمی توانستند. بعد به ساحل دریای دجله کوچیدن پایتخت پارت ها نفوذ شهر کتیسیفان افزوده چون مرکزی مهم تجارتی و فرهنگی موقع رقیبان را تنگ می کرد. موافق معلومات مورخان ریم در پایتخت پارت ها شهر کتیسیفان فاجعه های یوریپید را به صحنه می گذاشتند و دیالوگ های افلاطون و ارسطو را به زبان پارتی ترجمه می کردند. مورخ توانای ریم قدیم پلوتارخ در زندگی نامه های منتخب آید به یورش سرلشکری ریمی ها کراس و هنگامه لشکرکشی او به سرزمین پارت ها حکایت نموده منظره بسا مهم تاریخی شکستخوری ریم و کشته شدن کراس را به قلم می دهد. هنگامی که پرکانسولی حاکم مضافات های ریم در سوریه مارک کراس در نزد خود مقصد گذاشت که کارنامه اسکندری مقدونی را تکرار نموده به سرزمین شرق لشکر می کشد، در بین پسران پادشاه پارت فرعت 3 70 69 58 57 پیش از میلاد برای تاج و تخت مبارزه می رفت. شاید همین مبارزه های داخلی را به اینابت گرفته کراس بهار سال 54 پیش از میلاد به آمادگی جدی لیگیان های جنگیش را به مرزهای تابع پارت در میسوپوتامیه روانه نمود. آراد 2 57 37 36 پیش از میلاد به جنگ تیاری جدی دیده سرلشکری جسور و جنگ آزموده سورین را به مقابل کراس فرستاد. جنگاوران پیشتفی سورین از روی تصویر پلوتارخ به چادر پیچیده پیش آمدند و قبل از جنگ با صدای مدهیش دهل و نقاره‌های جنگی به دل سربازان ریمی واهمه انگیختند. در فاصله مناسب آنها از کیف چادرها را پرتافته با زیره و کلاه خودهای فولادی آب دیده که در پرتو آفتاب می درخشید تیز صفی جفز کشیدند و ریمی ها را با کمانهای کلانی زیره سختشان تیرباران نمودند. کراس احوال ناگواری سربازان را پی برده بهترین قسمهای لشکری خود را با سروری پسرش پوبلی کراس به مقابل دشمن فرستاد. پارت ها از حمله ناگهانی چنین وانمودند که
گویا قفا می گریزند و دشمن را از قفای خیش به فاصله دور بردند و از روی عادت جنگیشان یک باره قفا گشتند و دشمن را احاطه نموده همه را سراسر از دم تیغ گذراندند. در این محاربه پوبلی کرس هلاک گردید. لشکر ریمیان در تاریکی راهی گریز را پیش گرفتند و در نهایت کار اکثری سربازان نابود گردیدند و سرلشکر ریمی ها مارک کرس نیز کشته شد. به قول پلوتارخ هنگامی که جنگ به فایده پارتها انجام یافت، شاه اشکانیان گیراد با همراهی ارتبز ارمنی سازش بسته خواهر او را به پسرش پکار خواستگاری نمود. هنگامی بزم عروسی و عیش و نوش نمایشنامه‌های یونانی را نشان می‌دادند، زیرا گیراد از زبان و ادبیات آنها آگاه بود. ارتبز باشد خود فاجعه ها می نوشت، نطق ها و رساله های تاریخی ایجاد می کرد. وقتی که سری کرس را همچون غنیمت جنگی آوردند، اکتیاری فاجعه آفر یاسانی ترائالی از نمایشنامه وقخنهای یوریپید پارچه‌ای را قرائت می کرد. او سری پرخونی کرس را برداشته تحت قرصک تماشابینان در هوای اجرای نقش پارچه زیرین شعر را بداهتاً خواند. با خود می آریم غنیمت‌های عالی جناب و با شکاری با براری خیش از کوه‌های بلند می آییم. پادشاه از این هنرنمایی‌های هنرپیشگان به وجد آمده از روی رسمی مملکتی خیش آنها را با تحفه سرفراز نمود. این پارچه بسا جالب تاریخی در قلم پلوتارخ از ضدیت شدید بین ریم و پارت شهادت می دهد که با وجود خط سرحد دو مملکت مقرر شدن رودخانه فرات، سرلشکران دولت ریم سیاست تجاوزکارانه را پیش گرفته مرزهای تابع دولت پارت را خودسرانه ضبط می نمودند. یکی از بزرگترین شکست هایی که امپریای ریم گرفتاری آن گشت محض شکستی لشکرکشی توانای ریم کرس در محاربه نزد شهر کارا 9 سپتامبر سال 53 پیش از میلاد بود. در نتیجه این محاربه و عقب‌نشینی های پی در پی زیاده از 20,000 جنگاور ریمی تلف یافته، 10,000 دیگرش اسیر می افتد. اسیران ریمی را به قسمت شرقی مملکت به ناحیه مرو به درغه نمودند که آنها در آنجا به زندگی مقیمی شروع کرده اکثرشان به خدمت لشکری پارت جلب کرده شدند. امپریای ریم بعد شکست دادن یونان یورش‌های بابرار به اسپانیا و مطیع ساختن قسم مملکت‌های اروپایی نفوذ خود را در بحر میان زمین افزوده به مرکز تجارتی کل کشورهای غرب تبدیل می‌یابد. به قول جواهرلال نهرو از یک بندر مصر در بحر سرخ به هندوستان هر سال 120 فلات تجارتی بحری سفر نموده در دوره مساعد بادهای بحری به هندوستان جنوبی می رسیدند و در بازگشت از آنجا اشیاهای نادر و کمیافت را می آوردند. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори чиллум аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамқул, коргардон шералии нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.